ببینید در مورد جنسیت این جن، اولا که اینا قبل از ما آفریده شدن، ولی جان خلقناه من قبل، اون قبل شما، قبل از ما بودن روی زمین، قبل از ما جن و نسناس روی زمین بوده. نسناس موجوداتی، روایت داریم در مورد نسناس مفصل صحبت خواهم کرد. نسناس موجوداتی بودن شبیه به انسان، روایت داریم من 6 7 تا روایت خودم دیدم. نسناس موجوداتی شبیه به انسان، عقل داشتن، یعنی سری کارا رو میفهمیدن، هوش داشتن، میتونستن انجام بدن، فساد کردن رو زمین و نابود شدن رفته. قبل از انسان جن و نسناس روی زمین بوده. عرض کردم در مورد نسناس اینجا جاش نیست صحبت میکنم، روایتش هم براتون میخونم. موجودات بودن جسماً شبیه ما، به خورده تفاوت داشتن. همین چه بسا همین دکو جونوری پیدا میکنن، میگن بشر ناندرتال و نمیدونم فلان، این بحثا این باشه. خیلی جالب میخوام بگم تنها جایی که توی کره زمین در مورد اینا بحث شده مذهب من و شماست. یعنی قشنگ بحث کرده، میگه چه تعجب میکنه، بله یه چیزایی بودن قبل شما. از امام صادق پرسیدن قبل ما بودن؟ بله که بودن. میگه خیلی توفیق مثلا شما الف میلیون قبل شما زندگی کردن. از امیر مؤمنان پرسیدن، حضرت فرمود در کرات دیگه هم تمدن ها هست، مدائن که مدائنکم، شهرهایی هست مثل شهرهای شما، اما اشرف مخلوقات انسان. اشرف مخلوقات انسان، یعنی از همه بهتره. روح الهی در این جسم خاکی دمیده شد، نفخت فیه من روحی. جنسیتشون پس قبلتر از ما بودن، عمرشون طولانی، اینا معمرن، یعنی عمر زیاد میکنن، تا 4000 سال آمده در برخی از روایات اشارات شده. ماجرای جعفر جنی رو شما شنیدید که مجلس ختمش رو 50 سال پیش گرفتن. خب این کسی بوده که در کربلا حضور داشته، کربلا رو دیده. من همین دیشب خدمت یکی از آیات تماس گرفتم، گفتم ما جای این ماجرای جعفر رو فردا سخنرانی دارم، بگم یا نگم؟ بفرمودن بله کلیاتش که بوده و اخیراً معاصر مرده بگید، بحثای جزئی و دیگه اینجور چیزا باز نکنید که اهمیتی هم نداره. یعنی فقط میخواد آدم از این نتیجه بگیره که چی اینا شیعیان اهل بیت دارن و اونو بحث میکنن در مورد دین اینا. و نکته دیگه این که چی؟ این که عمر طولانی میکنن. ما در روایت داریم که مثلا امیر مومنان اشتباه نکنم نقل میکنه که آقا رسول الله میگه که ما داشتیم میرفتیم، یه پیرمرد اومد به رسول الله سلام کرد و سلام نوح رو به پیامبر رسوند. من به رسول الله عرضش میگم رسول الله این چی داره میگه نوح الان؟ بعد میگه حضرت فرمود این یک جنه به شکل انسان اومده، شما ظاهر شده، الان من شما داریم میبینیم، اومده من سلام بکنه، سلام نوح رسول الله نوح دیده. خب عمر زیاد دارن، ازدواج میکنن، زاد و ولد دارن، تغذیه میکنن، یعنی غذا دارن، منتها غذاشون غذایی که ما فکر میکنیم نیست. در مورد اینم اختلافه، اما کلیتش اینه که از ظاهرا از بوی یه سری چیزها استشمام میکنن و ارتزاق میکنن، از تهمونده غذاها به خاطر اون بویی که راه میندازه ارتزاق میکنن. در همین حد، چون اهمیتی هم نداره دیگه بیشتر از این صحبت کردم، و اینا مطلب زیاده در مورد اینجور چیزا که ممکنه وارد وادی چی بشیم، خرافات و مسائلی که قابلیت اثبات نداره. اینا هم چیزی که دارم میگم من از چند جهت رسیده، بعضا متواتر، بعضا روایت داریم بابتش. مثلا ما داریم که اگه یه چیزی رو خوردید، یه گوشتی رو خوردید، روی استخورش یک مقدار خیلی کم گوشت باقی بذارید. خب اینو داریم مثلا. خب اینا برداشتای میشه. یا شب جمعه ها که می‌خواستن برن سر قبرستون، میومدن میگفتن که برای مردم که حلوا می‌بردن، حتی اون موقع میگفتن یه بوی درست بکنید. برمی‌داشتن یه مثلا روغن حیوانی رو برمی‌داشتن یه بوی درست می‌کردن، که تو مایتابه تف می‌دادن، بوی بلند می‌شد، کلا اونجا رو می‌گرفت. اونم برای چی بود؟ برای مدل‌های جنیش بود. یعنی همچین عقایدی هم تو وجود داشت. حالا من اصلا قرار نیست وارد این بحثا نمیدونم تو حموم و نمیدونم نه، اینا موضوع مزخرفات. خب حمومای تاریک و خونه‌های نمیدونم فلان، اینا حالا اشاره می‌کنم که چی زاده میشه.